درباره اینکه زبان رسمی و زبان بومی همیار هم هستند یا رقیب هم. کشورهای جهان دارای نهادهای رسمی فرهنگی هستند که تلاش در پویایی زبان یا زبانهای کشور دارند. این روند مهندسی زبان یا language planning نامیده می شود و راهکارهای گوناگون دارد. آشناترین گونه مهندسی زبان ساختن رسمی کلیدواژه‌هایی برای پدیده‌های تازه جهان تکنیک و غیره است. روندی که در ایران به دوش 4 فرهنگستان زبان و ادب فارسی، فرهنگستان هنر، فرهنگستان علوم پزشکی و فرهنگستان علوم گذاشته شده. یا در فرانسه به دوش انستیتو فرانسه، اینستیتو فرانسیس. این کارکرد فرهنگستان در کشور ایران به نسبت میانه روانه است. مهندسی زبان در برخی کشورها تا جایی پیش می‌رود که برای نمونه در زبان ایسلندی هیچ کلیدواژه بیگانه‌ای از ریشه یونانی یا لاتین به کار نمی‌رود و برای هر پدیده جهان فرهنگستان این کشور واژه‌ای ایسلندی تبار به دست می‌دهد و رسانه‌ها و آموزش و پرورش ایسلند از به کار بردن واژه‌های بیگانه پرهیز می‌کنند. این گونه از مهندسی زبان تا اندازه بالایی جنبه کاربردی دارد و میتوان در آن تلاشی دید برای جلوگیری از پریشانی زبانی و اینکه هر مترجمی برای خود برابرهای دیگری برای واژه‌های بیگانه برگزیند. لیکن گونه‌های دیگر مهندسی زبان به ویژه در سده‌های 19 و 20 میلادی در تلاش برای ملت‌سازی و فراهم آوردن هویت فرهنگی ملی همسان برای شهروندان به کار رفته. گاهی با این روند روبرو هستیم که برای پدید آوردن همبستگی فرهنگی میان شهروندان کشوری تازه، مهندسی زبان روی زبان مرده‌ای کار می‌کند. آن را دوباره می‌پروراند. ما اومدیم کسی نبود. و آن را به جایگاه زبان گفتاری شهروندان باز می‌گرداند. برای نمونه بازسازی زبان عبری برای اسرائیل. پس از آنکه بیش از 1700 سال دیگر از زندگی روزمره مردم رخت بربسته بود. نمونه دیگر پس از پدید آمدن کشور نوین یونان و جداییش از عثمانی در سال 1830 این کشور زبان یونانی که دیگر به زبانی کوچه بازاری و پراکنده در اینجا و آنجای عثمانی فرو کاسته شده بود، دموتیک گریک، را زبانی فرسونده ولی شیواتر آتیک در هم آمیختند. دو تا زبان را با هم در هم آمیختند و زبان رسمی یونانی نو را از آن برکشید که امروزه زبان گفتاری، رسانه‌ای و آموزش و پرورشی در یونان و قبرس شده است. از سوی دیگر به ویژه در سده 20 به این پدیده برمیخوریم که پس از برپا شدن مرزهای قراردادی تازه، ملت‌سازی برای جدا کردن مردمی از همزبان‌هایشان در آن سوی مرز دست به دامن مهندسی زبان شده و با دادن نام تازه به زبانی یکسان و گاه دگرگون کردن خط و نوشتار آن زبان، تلاش به گسست فرهنگی در این سو و آن سوی مرز می‌کند. زبان سربی کرواتی پس از فروپاشی یوگسلاوی چنین سرنوشتی داشته و امروزه به نام‌های سربی، کرواتی، بوسنیایی، مونتنگرینی و با خطهای گوناگون در کشورهای تازه بنیاد شناخته می شود. نیز از این دسته از پدید آمدن زبانهای هندی و اردو از زبان هندوستانی پس از جدا شدن پاکستان و نیز به کار بردن نام دری در افغانستان برای زبانی که در خود افغانستان هم پیش از آن فارسی خوانده می‌شد. این نمونه از کتاب کلاس اول وزارت آموزش پرورش افغانستان در سال 1299 که بهش گفتن کتاب اول فارسی. نامش همون فارسی بود. بیش از اینکه تصمیم گیری بشه که نام دیگه‌ای برده کار ببرن. پروفسور لوتس ژاک در کتاب پرارزش خود به نام از فارسی به تاجیکی، مهندسی زبان و کنشگری زبانی در آسیای میانه میان سنت تجدد و قدرت شوروی 1900 تا 1956 vom persischen zu tadschikischen sprachliches Handeln und Sprachplanung in Transoxanien zwischen Tradition, Moderne und Sowjetunion در بیش از 450 برگ به این روند پرداخته که چگونه به ویژه در زمان استالین گذشته از راندن تاجیکان از شهرهای سنتیشان سمرقند و بخارا به سرزمین‌های کوهستانی میان چین و قرقیزستان تلاش شد
با دگرگونی نام زبان و خط نگارششان پیوندشان را با همزبانانشان در آن سوی مرز بگذارند. در مورد نام کتاب تکرار کنید. نام کتاب اینو میشه برای شما بفرستم. این لینکش هم هستش اونجا به نام From Persian zum Tajikistan. از فارسی به تاجیکی. این ترجمه نشده. من خیلی دوست داشتم یکی زمان پیدا میکرد چون بی اندازه کتاب با ارزشیه. این پایان نامه پروفسوری ایشونه. کتاب نیست که بود پروفسور لوتس ژاک. نمونه هایی که میاره از روزنامه هایی که در آسیا میانه بوده، از گفتارها، بی اندازه این علمیه، این سلیقه‌ای نوشته نشده. من اینو سفارش میکنم که هر کسی که تواناییشو داره یکی هم پیدا بکنید برای ترجمه کردنش. من میتونم، زمانشو ندارم. اگه دانشجویی باشی که به عنوان پایان نامه خودش یا 2 نفر باشن که بگیم که اینو به خط سیریلیک فارسی برگردونه یا به زبان به خط ایرانی برگردونه، از دید من بی اندازه با ارزش خواهد بود. معذرت میخوام، اونجا نوشته شده از راندن تاجیکان از شهرهای سنتی. این برداشت شما از اون کتاب است؟ بله، در اون کتاب نوشته. بعد بخونیم دیگه اون کتابو که چی نوشته. من که خودم نبودم اون زمان. بعد از این سرچشمه آدم. این خطا است. هیچ کس نرون است. هیچ کسی نرون. در اینجوری که ایشون نوشتن این بود که در اونجا اگه میموندیم باید به ازبکی گپ میزدیم. نه. اینجور نیست. خب بعد بخونیم. بله. خب این برای کار ما ربط مستقیم نداره. ولی گونه‌ای از زبانشناسی مهندسی زبان که ایران به ویژه در نیمه نخستین سده 20 با آن دست به گریبان بوده و هنوز دچار پس لرزه‌های آن هست، تلاش برای گستراندن زبان رسمی به عنوان زبان گفتاری و هرچی کمرنگ‌تر کردن زبان‌های بومی گوشه و کنار کشور است. برخلاف گونه‌های دیگر زبان مهندسی زبان تلاش برای یکپارچگی زبانی از راه مهار زبان‌های بومی تاریخچه‌ای چند صد ساله دارد. در زمان خلافت اسلامی باور بر این بود که خداوند در آغاز آفرینش یک زبان عربی با شیوایی هرچی بیشتر پدید آورده که قرآن هم به همین زبان نگاشته شده. ولی این زبان کم کم در سرزمین‌های عرب نشین به جز در میان قریشیان به دیگر زبان‌ها آلوده شده و پاکی خود را از دست داده است. جلال الدین سیوطی می‌نویسد من جمله در هیچ شهرنشینی لغت اتخاذ نشد. این در زمانی که داشتن فرهنگ عربی می‌نوشتن میگه که ما چرا از گوشه و کنار از زبان‌های بومی واژه برنگزیدیم، چون میگفتیم که اینها پلید شدن، ناپاک شدن و نه از بیابان‌نشینان که در کرانه‌های بلاد خویشتن در همسایگی اقوام دیگر مسکن داشتند، نه از قوم لخ لغت اتخاذ شد و نه از جذام، زیرا ایشان با اهل مصر و قبط همسایه بودند و نه از فزاعه و قسطان و عیاد، زیرا ایشان با اهل شام که غالبا نصرانی بودند و به زبان عبری قرائت می‌کردند همسایه بودند و نه از سبلت و یمن، زیرا ایشان در جزیره با یونانیان مجاور بودند و نه از بکر که با فارسیان و نبطیان همسایه بودند و نه از عبدقیس و از عمان، زیرا ایشان در بحرین با فارسیان و هندیان درآمیخته بودند و نه از اهل یمن که با هندیان و حبشیان آمیخته بودند و نه از بنی حنیفه و ساکنان یمان و نه از شهرنشینان حجاز، زیرا که کسانی که لغت یادآوری می‌کردند در آغاز نقل لغت عربی دریافتند که ایشان با قوم‌های دیگر درآمیختند و زبانشان فاسد شده است. انسیتو فرانسه را امروز به عنوان نهادی واژه‌ساز و پاسدار شیوای زبان فرانسوی می‌شناسیم، ولی این نهاد در سال 1635 به فرمان کاردینال ریشلیو صدراعظم لویی 13 به هدف یکپارچه کردن زبان فرانسوی و زدودن همه زبان‌ها و گویش‌های بومی دیگر پایه‌ریزی شد. این هدف با چنان پشتکاری پیگیری شد که امروزه تقریباً در سراسر مرزهای آن روز کشور فرانسه زبان بومی جز زبان رسمی فرانسه پیدا نمی‌شود. این برخورد مکتبی و ایدئولوژیک تا به آنجا پیش می‌رود که امروز هم در خیابان‌های پاریس حتی بیگانه تباران تنها به این زبان گفتگو می‌کنند. رفتاری که در کشورهای دیگر اروپا بی‌مانند است. شما در آلمان می‌بینید ترکی تو خیابون می‌شنوید، عربی می‌شنوید، فارسی می‌شنوید، ولی در فرانسه سیاه، سفید، زرد هرچی هستن تنها به زبان فرانسوی می‌گن.
و در تمام مرزهای آن زمان فرانسه هیچ زبان دیگه ای نیست. زبان بومی ندارن، زبان محلی وجود نداره، همشون تنها یک زبان هست. در پی گرایش ناسیونالیستی در اروپای پایان سده 19 و آغاز سده 20 این باور به کشورهایی چون ترکیه و ایران نیز رخنه کرد که زبان یک پارچه پایه‌های همبستگی ملی را استوارتر و گرایش‌های جداسری یا پیوستن به کشورهای همسایه را کاهش می‌دهد. بر پایه داده‌های National Graphic Society در سال 2005 در جهان 6912 زبان ضد کاربرد دارند. تنها 50 زبان از این نزدیک به 7000 زبان، یعنی برابر با کمتر از 1% زبان‌های زنده، زبان مادری 80% و زبان گفتاری 90% از جهانیان هستند. با 50 زبان 90% مردم جهان دارن گفتگو می‌کنند. و تنها 20% از جهانیان توان گفتگو به دیگر زبان‌ها که بیش از 99% زبان‌ها هستند را دارند. بیش از نیمی از این زبان‌ها بی اندازه کمیاب شدند و در خانواده‌ها دیگر به کودکان آموخته نمی‌شوند. از این روز که شمار زبان‌های زنده روز به روز کاهش می‌یابد. با اینکه این روند جهانی است، شتاب بخشیدن به این روند از راه مهندسی زبانی در کشور ما مایه از دست دادن گنجینه‌های بزرگ فرهنگی و زبانی ایران شده. این مهندسی زبان به نابودی هرچه بیشتر زبان‌های بومی به ویژه زبان‌های کفیری کشورمان دامن زده است. امروزه می‌دانیم که زبان‌های بومی زبانشناسان را در ریشه‌یابی و پژوهش‌های تاریخچه‌ای زبانی راهنمون می‌سازند. به ویژه در کشور ما که گسست‌های نگارشی پیاپی مانند سده‌های آغازین اسلام یا دوران اشکانیان را پشت سر گذاشته، زبان‌های بومی از ابزارهای انگشت‌شمار بررسی‌های زبانشناسی تاریخی هستند. از سوی دیگر بسیار با این پدیده روبرو بودیم که فرهنگستان برای پدیده‌ای نام تازه‌ای پدید آورده که اگر آگاهی شایسته از زبان‌های بومی داشت، نیازی به جا انداختن کلیدواژه تازه نمی‌بود و میشد آن کلیدواژه را از زبان‌های بومی به کار برد. زبان رسمی ایران، آن زبانی که در اخبار و در آموزش پرورش می‌بینیم، زبان مادری هیچ کسی نیست. در هیچ گوشه از کشور، نه در خانواده این نخستین زبان نیست که آموخته می‌شود و نه زبان کوچه و بازار شهر و روستایی از این کشور است. گمان نمی‌رود که حافظ و سعدی نیز در شهر شیراز به این زبان گفتگو می‌کردند. این زبان همپای زبان لاتین سده‌های پیاپی نقش زبان میانجی لینگوا فرانکا را در میان شهروندانی بازی کرده که زبان مادریشان چیز دیگری بوده. اینکه با همه فشارهای ایدئولوژیک سده‌های آغازین اسلام برای جا انداختن زبان عربی به عنوان زبان معیار، زبان فارسی در این بخش از جهان و در درازای راه ابریشم زبان داد و ستد و زبان میانجی بوده، خود نشان می‌دهد که این زبان به خودی خود و به هیچ فشاری از بالا توانمند بوده و نیازی به سرکوب زبان‌های بومی نداشته است. برخورد تنشی با زبان‌های بومی ولی به احساس تحمیلی بودن زبان رسمی می‌انجامد و شهروندان را به جای اینکه به هم نزدیکتر کند، بیشتر از همدیگر می‌رانند. از دید ما آموزش زبان‌های بومی ایران باید از سر گرفته شود. اینها میراث فرهنگی زبانی کشور ما هستند و از دادنشان به هیچ روی بایسته نیست. در زمینه آموزش به زبان‌های بومی از دید ما باید دست شهروندان و شهرستان‌های خودگردان در این زمینه باز باشد. لیگ آزمون‌های سراسری باید به زبان رسمی انجام بگیرد تا مدرک‌های دبستانی، دبیرستانی هم‌ارزی‌شان را در سراسر کشور از دست نمی‌دهد. گمان نمی‌کنیم که هیچ پدر و مادری که ایدئولوژیک با این پرسش برخورد نکنند آرزو داشته باشند که فرزندشان در آینده در مدرکش تنها در منطقه زبانی خود امکان رشد و ترقی داشته باشد. سپاسگزارم.